اکانت ظرفیتی یعنی چی؟ ظرفیت 1 پلی استیشن یعنی چی؟ ظرفیت 2 یعنی چی؟ ظرفیت 3 پلی استیشن یعنی چی؟ کلا تو این ویدیو میخوام درباره این سه تا ظرفیت و فرقشون با دیسک صحبت کنم. سلام به عزیزای دلم، خوش اومدید به چنل مستر لجند که توی این چنل قراره با همدیگه صحبت کنیم درباره کلی کنسول های مختلف، ارزش خرید داره یا نه، چه بازیایی قراره بیاد، آپدیت و کلا در مورد دنیای کنسول ها هستش. پس حتما سابسکرایب فراموش نشه، یه لایک خوشگل مرامی هم بزنی که بهم قوت و بله و انرژی میده. ظرفیت اصلا یعنی چی؟ بخوام اول برای صحبت کنم اینه که یک کارهای رسمی و قانونی هستش که سونی و مایکروسافت و جاهای دیگه اومدن انجام دادن تا پلیرها با قیمت مناسبتر بتونن بازی‌های مختلف و 2 نفری 3 نفری آفلاین آنلاین بازی کنن. این مفهوم کلی ظرفیت هستش که 2 تا از ظرفیتایی که بهت معرفی میکنم قانونی هستش، یکیش یه مقدار مشکل داره دیگه، بچهای خود وطنی اومدن حرکت زدن برای ظرفیتش. و از ظرفیت 1 شروع میکنیم میریم تا 2 و 3 و براتون توضیح میدم که بهترین ظرفیت اصلا کدوم ظرفیت هستش. آقا ظرفیت 1 چیه؟ به معنای واقعی آشغال محض، یعنی پولو ریختی دور. این از این مورد، اینو تا اینجا داشته باش. زیاد فرقی با اکانتای مثلا هکی و غیر قانونی نداره که من توصیه میکنم این کارو انجام ندید، سمت ظرفیت 1 نرو. خب قیمت ظرفیت 1 نسبت به ظرفیت 2 و 3 خیلی کمتره و با قیمت ارزونتری میتونی اینا رو تهیه بکنی. توی سایت های مختلف هم ببینی مثلا قیمت بازی از 2 میلیون، اینجا با 200-300 هزار تومان میتونی ظرفیت 1 رو بخری و بازی بکنی. سمت این ظرفیت اصلا نرو، سریع برو سراغ این که ظرفیت 2 بخرم یا ظرفیت 3، چون اونا قانونی هستش، رسمی هستش و خود سونی تایید کرده. برای ظرفیت 1 شما یه تایم محدودی بهت میدن، مثلا نیم ساعت 1 ساعت 2 ساعت شما باید وقت داری اون بازی رو دانلود بکنی. وقتی که دانلود کردی دیگه نباید به اینترنت وصل بشی، چون وصل بشی بازی قفل میشه. خیلی خیلی واقعا داستان داریم سر این موضوع. پس سمت ظرفیت 1 اصلا نرو. برای ظرفیت 2 بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم و یا ظرفیت 3 با هم دیگه صحبت کنیم. توی ظرفیت 2 بهترین ظرفیت پلی استیشن هستش، یا بهترین روش یا بهترین عملکرد رو داره. واسه ساده تر بگم اینه که آقا ظرفیت 2 شما هم میتونی اینو خرید و فروش انجام بدی، اکانتشو بفروشی به یکی دیگه. همین که ظرفیت 2 یعنی این که شما بازی ها رو میتونید آنلاین بازی کنید و هم بازی ها رو میتونید آفلاین بازی کنید. خیلی به نظرم جذاب هستش، قانونی هستش، کاملا اوکیه. و ظرفیت 2 به نسبت بقیه ظرفیت ها گرونتر هستش. یک موردی هم بخوام بگم، با دیسک هایی هم که مثلا من تهیه کردم اینا یه جوری ظرفیت کامل یا ظرفیت 2 حساب میشن، چون هم میتونم آنلاین بازی بکنم هم آفلاین. فقط فرقش اینه که دیگه نوستالژیه دیگه، بالاخره کنارش میتونی اون حس CD، اون حس قدیمی بودن هم داشته باشه دیگه. ظرفیت 2 بهترین ظرفیت هستش که سعی کن اینا رو تهیه بکنی. توی سایت های مختلف هم بیشترین قیمت رو داره، چون اورجینال هستش، قانونی هستش و اینکه تمام و کمال مال خودت هستش. 1-2 تا نکته بسیار مهم تاکید میکنم، بسیار مهم هستش که شما باید برای ظرفیت 2 و ظرفیت 3 و حتی ظرفیت 1 استفاده کنی. این نکاتو که من داخل چنل تلگرام اینو قرار میدم که شما حتما، مثلا شما میخواید ظرفیت 2 رو بازی بکنید و بگیرید، شما باید 2-3 تا تنظیمات داره که انجام بدی. من این تنظیمات و این نکاتش رو داخل چنل تلگرام گذاشتم، جوین بدی که اونجا نکات اختصاصی رو داخل چنل تلگرام مستر لجند میذارم. این از ظرفیت 2 بود که گرونترین هستش ولی بهترین و قانونی ترین هستش. اکانتش هم جوریه که دیگه دیسک فیزیکی نداره، فقط به صورت مجازی هستش ولی شما میتونی خرید و فروش بکنی. بریم سراغ ظرفیت 3. ظرفیت 3 پلی استیشن چی هستش؟ ظرفیت 3 پلی استیشن شما فقط میتونی آنلاین بازی بکنی، قسمت داستانی قسمت آفلاین رو کلا بذار کنار. این از این مورد. قیمتش هم بین ظرفیت 1 که آشغال ترین و بدترین بود و ظرفیت 2 که بهترین بود قرار میگیره. مثلا مورتالی که من الان تو دستمه ظرفیت 1ش که
خیلی آشغال باشه و تو فقط بتونی آفلاینش رو بازی بکنی، یه چیزی اولش مثلا 400 500 تومنه. ظرفیت دوش که ظرفیت کامل و بهترین ظرفیتش هستش، یه چیزی اولش مثلا 2 میلیون 1.5 2 میلیون هستش. ظرفیت سم به صورت آنلاین هستش که فقط میتونی آنلاین بازی بکنی و باید یک اینترنت چوسه‌ای داشته باشی، یعنی سرعت اینترنتت باید یه مقدار معقولی باشه تا ظرفیت 3 واسط اوکی بشه. ظرفیت سم یه چیزی مثلا اولش مثلا 1 تومنه. خب بین ظرفیت 1 و ظرفیت 2 قرار داره. نیاز به اینترنت هم داره ولی لزوما قرار نیست که سرعت اینترنتت خیلی بالا باشه. این از کل ظرفیت‌های پلی استیشن بود که من براتون آموزشش گذاشتم. سابسکرایب اصلا فراموش نشه که مثل لژند سابسکرایب کنی. برای ایکس باکس هم فرق میکنه، یه مقدار کوچولو فرق میکنه که اگه دوست داشتین اونم براتون ویدیوشو میذارم حتما. خیلی جون دلین، خیلی عشقین که با مثل لژند همراه هستین. توی چنل تلگرام عضو بشین، توی کامنت ها پین میکنم که نکات اختصاصی این 3 تا ظرفیت رو من اونجا واسط گذاشتم. مراقب خوبیاتون حتما باشید. ماش به کله همتون.